سلام به همه فرنگشهریای عزیز. شما همین عکس دردناک رو دیدید؟ نوشته که اینجا ژاپنه و ژاپنی ها این صف رو گرفتن تا آخرین کتاب یک نویسنده معروف ژاپنی رو بخرن. این صف طولانی شده دستمایه یک عالم صفحه مجازی برای نشون دادن بدبختی و فقر فرهنگی در ایران. پس با هم نظرات برخی از ملت همیشه در صحنه رو ابتدا ببینیم و لطفاً بیاید اسلایدهای بعدی تا واقعیت ماجرا رو براتون توضیح بدیم. روزگار بدیه گنجش قناری شده، تخت چوب خیابان برام بخاری شده، پوله نان نرم هنوز تو ندوست دارم، فقط نفس مانده زیر او پاد بذارم. از نظر ادمینای بی سواد صفحات فکتی هر جا که یه افتخاری رو چشم بادومی ها رقم زده باشن مطمئنن اونجا ژاپنه، چون به صورت پیشورز ژاپن براشون بهشته. بهشت. مخاطبین این صفحات هم که از سندروم دو انگشتی رنج میبرن. جهت اطلاع، مبتلایان به این سندروم هیچ وقت این زحمت رو به خودشون نمیدن که با دو انگشتشون زوم کنن و ببینن که روی همین عکسی که منتشر شده نوشته که از یه سایت چینی برداشته شده و اینجا آقا چینه، چین نه ژاپن. اینجا کتابخونه مرکزی نانجینگ تو چینه. ولی خب این تنها دروغ این چرند فکت ها هم نیست. بزنید اسلاید بعدی تا بهتون بگم حماسه دیگرشون چیه. بعد از اینکه چین رو رنگ کردن و به جای ژاپن بهتون فروختنش، برای باورپذیرتر کردنش میگن ژاپن کشور اول جهان در سرانه مطالعه است. بیاین یه جستجوی ساده انجام بدیم و ببینیم واقعا نتایج چیه. اولین کشور با بیشترین سرانه مطالعه هنده. دومین کشور در دنیا تایلنده و اتفاقا سومین کشور هم چینه. ژاپن حتی تو 5 تا کشور اول هم نیست. شاید باورتون نشه اما تو 10 تا کشور اول هم نیست. ژاپن با سرانه مطالعه 4 ساعت و 6 دقیقه در هفته پایینتر از کشوری مثل عربستان سعودی و مصر و در رتبه 28مین کشور دنیا این روزا قرار گرفته. اما علت این صف وایسادن توی چین چیه پس؟ بیایید اسلاید بعد. طبق توضیحات سایت های چینی 2 تا دلیل وجود داره که این صف توی این کتابخونه به وجود اومده. یکی این که بیشتر کتابخونه های جنوب چین سیستم گرمایش درستی ندارن، ولی این کتابخونه داره و عادیه که تو فصل سرما براش چنین صفی ایجاد بشه. دومی که آدمای توی این عکس دارن برای آزمون ورودی دانشگاهشون آماده میشن و با توجه به جمعیت چین و ورودی محدود دانشگاه‌ها عادیه که پشت در کتابخونه‌ها چنین صفایی شکل بگیره. ولی چرا مردم این پست‌های دروغ رو باور می‌کنن؟ لطفاً تشریف بیارید اسلاید بعد. یه تکنیک خیلی ساده پیج‌های چرندنویس گذاشتن عکس یه سلبریتی معروف که مردم دوستش دارن در کنار چرندیاتی هست که اینها دارن به خورد مردم میدن. اینطوری مردم حس میکنن که این حرفا داره توسط اون شخص محبوب زده میشه و راحت‌تر قبولش میکنن و راحت‌تر قانع میشن تا بهش واکنش نشون بدن. قبول کردن و واکنش نشون دادن به این پست ها یعنی میلیون پول نشستن تو حساب ادمینای صفحات فکتی. ایران صف مرغ داره، ایران صف روغن داره، ایران صف برنج هم داره، اما بی انصافیه بگیم صف کتاب نداره. ایران هم صف کتاب داره اما آقا منتشر نمی کنن چون براشون پولساز نیست. بچه‌ها پست فرنگشهر رو برای دوستاتون بفرستین و لطفاً آگاهی رو بهشون هدیه بدین. خیلی مواظب خودتون باشید. خیلی مخلصیم. خداحافظ.